حمید قاسمی هستم، دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه رازی با هم‌تیمیم ارشیا شهبازی، دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه رازی و دکتر محمد افشاری که دانشجوی پزشکی کاشان و مهندس علیرضا رضایی دانشجوی کامپیوتر دانشگاه رازی. والا چون ما توی شرکت هوش مصنوعی داخل کرمانشاه کار می‌کردیم، تایمی که گذاشتیم شبانه بوده. اگه نفر ساعتش رو هم جمع کنیم شاید اون یک ماه کاری رو بگیریم، یعنی 1 ماه. خودمو 10 سال آینده تو شرکت تسلا تیمم احتمالاً جای موفق برسم. جایگاه هوش مصنوعی در آینده خیلی مهم میشه، چون که الان تو اکثر کارا، اکثر رشته‌ها هوش مصنوعی وارد شده. یعنی بحثی که هست بحث مهمیه. 100% جهان ای آی. 10 سال دیگه، 5 سال دیگه احتمال. برای مبلغ مسابقه اگه تو حوزه هوش مصنوعی باشه، این که میرم سراغ این که یک سیستم خوب جمع کنم برای ترین گرفتن مدل، یک کارت گرافیک. 100% دوست دارم دوباره تو همین مسابقه شرکت کنم و این بار با اطلاعات بیشتر و تجربه بیشتر یه رتبه بهتری بیاریم. داوری به نظرم خیلی خوب بود، اینکه ترکیبی از پزشک و رادیولوژیست و متخصصای هوش مصنوعی خیلی دید بازی داشتن نسبت به این دنیای ای آی و همچنین پزشکی. به نظرم داوری خوبی بود و اینکه تجربه بالایی داشتن. همون سوم چهارم بتونم.